حساب این پارت 1. میدونستین اگه آیتم های ندرایتی رو داخل مذاب بندازیم نمیسوزه؟ همینطور که مشاهده میکنید نمیسوزه. شوارش هم براتون میندازم. دیدین که نسوخت. بریم برای بعدی. میدونستید اگه یک زین برای گوساله بذارید و سوارش بشین، اینو جلوش بگیرین و هر جهتی خواستین میتونین به هر جهتی خواستین میتونین برین. اگه آموزش های دیگه هم میخوای پیج آناناس رو دنبال کن. بریم برای بعدی. میدونستید اگه یک TNT بذاریم و TNT ترکید یک بلاک جلوی خودتون بزنیم و هیچ دمیجی نمیخورید. اگه میخوای ویدیوهای کاربردی تر بدونید پیج آناناس رو دنبال کن. خداحافظ تا یک ویدیو دیگه.